یعنی تکلیفتون کردیم رد نکردین اومدین جزاک الله خیر میندار. یکی از بهترین توفه های ایشم بخونین و ایشم بخونین. بله. صلاح حجامه فهمیدین؟ اینه برادرای عزیز. سلام دوستان عزیز، برادرای قدردان، ما آمدیم عین حال جای کاری قاری صلاح دعوت مان کرده. این برادرها خودی شرکت مویدین خدی آمدیم برادرها این میجدا این ایدام بوده بس که انا میدوم بوده که جویدا شرکتی قاری صلاح های یک جای میداریم دیدن میکنیم. بزرگا گفتن که سربلندی گر بخواهی با همه یک رنگ باش، قالین از سیرنگی خود زیر پا افتاده است. آدم میفهمیدگی میفهمه. برای هم میگه که یک نقطه بس است اگر شعور است مگر نه شم پیش کور است. صلاح حجامه فهمیدین؟ این برادرای عزیز برای همه با همه یک بدن در کار. صلاح حجامه برادر عزیزی ما، دوستی ما بگیم، سالهای زیاده که ما با قاری صلاح رفت آمد داریم، در خدمت خلقن. این همین نگاه میکنی نه کسی جینش میبره. خیلی خمون در اینترنت دیدیم شکو جینش میبره که میبینی که مقصد دارو درمان و همین در خدمت خلقن. همین آدمیزاد باید میگه هر روز خود بپرس اگر مردی که امروز چه خدمت به مردم کردی. هر سری بخوای که یک مردم یک دست برسه به حد خوب میشه. این وقتی کورش دیگه کور رفته سه برادرای عزیز. اینه بخشش بچه‌ها که من یک پنجه وقتونه میگیرم حضور زیاد. السلام علیکم. سلام علیکم. سلام میکنم. خوب هستی برادرم؟ الحمدلله. که دوست عزیزم خاطر در خونه خدا در مدینه ای گشته بودیم در دمسته. زنده باشید. تشکر میگم که با ما رو دعوت کردن اینجا. یعنی تکلیفتون کردیم رد نکردین اومدین جزاک الله خیر میندار. مرحمت یگان چیزی که در کار باشه. مثلا ما هر کسی که نزد ما میاد که از بهترین توفه که در اون توفه همه چیز وجود داره. یکی از سخنهای امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه چیزی که میخواهین در دنیا پیداش میکنین. یعنی یک مرد خواست که برای فرزند خودش در روز توش همه چیز یعنی توفه کنه و همه چیز نتونست. و نزد امام ابو حنیفه اومد گفت که من چیکار کنم؟ من قسم یاد کردگی هستم. گفت بهترین چیز در اون که همه چیز وجود داره این قرآنه. یعنی ما هم همه چیز یعنی میخوایم که برای شما توفه کنیم که در داخل اون همه چیز هست. مثلا دوخیتون بتیم، یعنی مثلا دارو مورد هر چیزی که بتیم این چیزا رو مردم داده است. این چیز خودتون پیدا کرده میتونید. یکی قرآن که میتیم در این قرآن یکی از بهترین قرآن ها یعنی 7 رنگه. مثلا اینجاش نیا کنین چی رنگه؟ کبوت دیش کبوتش سبز اینش زرد شل نیش نارنجی بهتر 7 رنگ این سرخی جو برای اونا که چشم انسان نزنه. یعنی آدم بهش مثال که خوندی چشم بفرمایشنه و ایش وجه مثل که عینه شروع میکنه. قاری صلاح جان یک سوال دیگه بتون هم خیلی نیسته که این طرفش مثلا تاجیکی باشه این طرفش البته هست. اینش هم توفتون میکنه که انا یکی از بهترین صدقه های جاری همین یکی قرآن بهترین. مثلا اینجاش به تاجیکی نوشته کردگی اینجاش به عربی پدر کرامت. من انا یه چیز می‌خواستم. این قرآن تاجیکی دیجاش به تاجیکی نوشته کردگی دیجاش فارسی قرآن مجید. یکی از بهترین توفه ایشم بخونین و ایشم بخونین. بهترین چیزی که ان شاء الله که انسان از این چیز هم در دنیا برکت میاره و هم در آخرت. بهترین یعنی توفه در روی عالم. هزار آمد خرسان نشیم که از زمین تا آسمان. ما برادر عزیزی ما رو دیدن که چقدر در خدمت خلقن. اینجا چی کارو با فعالیت میکنه که کوی اول شناس کن. راستش اینم داروهای مثلا داروی پروستاتیت برای انسانانی که پروستاتیت دارن. یعنی اپیدمی پاستا تریبورس خنکی. یعنی انسانایی که هستن که پیشابشون قبض نمیکنن. انسانایی هستن شوا میخزن توالت میرون. یعنی بعضی وقتا شاید 3 بار توالت میره. بعضی وقتا هستن که میگیم همین دست شوا خنکی شوش ما میتونه توالت میره. بعضی وقتا خنکی که جو که در بدنش. یعنی همین داروهایی که میبینین یعنی ام پلس مجنون پلس یعنی یکی از بهترین داروهای یعنی این بگیم موزش بگیم گپ در نرخش نه و گپ در که یعنی بهترین چیزی برای خودم دوست بدارم برای شما را میرم توفه مجنون پلس 3000 اینا میخی 100 پر در نمیکنه. هم خرکیت هم میبره هم سرکولیت خوب هم ابمین ویشست و
همه طرفش یعنی ماشاءالله های استفاده میبری و هم انشالله هم خیلی دوام میشه. این اگر که خنکی داشته باشی یعنی خنکی داشته باشی اگر سحر بگه نیم قاشق چای میخوری، اگر که پیش هم خوابگی یک قاشق چای میخوری و نیم ساعت پیش هم خوابگی بعد انشالله که یعنی خنکی رو انشالله قد چنگه میبراری. هزار رحمت الله نیابان تو باشد. سلام زنده باش انشالله کدامت که میان مرحمت در خدمت اینجا دارو هم هست، مثلا برای سنگ گرده و برای گرده و برای کلسه و برای خراب شوی و فربه شوی و برای بگیم بغم درد، برای همه چیز انشالله که دارو وجود داره و همچون دوخیای بهترین. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه ما دنیای شما یعنی دو چیز دوست می‌دارم. بله یکی از اونها یعنی خوشبویی، زن‌های دیمش خوشبویی. اولش که درجه یکم درجه اول مثلا طاعت عبادت الله، بعد از طاعت عبادت الله زن و خوشبویی. یعنی زن یعنی زن نه یکی از بهترین دوخیا انا لابیض دوخی بهترینه. یه چیز تا بگیم ناتورال نیه ای دوباره خدمت زکاز میگیریم میوریم بله بهترین انشالله. اینشم از ما باشمار. اینا دیدیم برادرو هزار رحمت. اینا این خرسندی من حد و کنار نداره. این دوست ما دیدم با هم دیدار دوست همه دا بالا. اینا هم قچاقم پرسید هم روی الهامی بریده گرفتم. سربلند باشید دوستم. هزار رحمت. یعنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه که لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامك الا تقی. یعنی میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم با خودتون دوست مگیرین مگر که مؤمنی حقیقی را، یعنی طعام ترا هیچ کس نگیره مگر که اهل تقوا. یعنی بچه خاطر تکلیف کردن که به خاطر که در حج با همراه خودمون هست بود در نمازها، یعنی در ویدیوهاشون دیدن که مسجد که وقتی که بنا شد هویشون کردن در کشورهای یعنی مسجدی که در تاجیکستان از همه کلانترین مسجد در آسیا هم واجبترین هم کلانترین. یعنی همون را کشودن. یعنی دیدیم که در جامعه در همون جا هست. الحمدلله یعنی برادرای مؤمن مسلمان با خودتون نزدیک بکنید. فاسق و فاجر از بینشون یعنی دور چنگی با همراه همونها با نزد ابو جهل نره. البته همون فاسقا میان بالا کرده کشیده دعوت کردن کو. نه ما الحمدلله به قدر استطاعت به قدر امکان کوشش میکنیم. اما یعنی در هم جمع حدیث قید کنیم که بعض انسان ها را ما دعوت میکنیم، مثلا حافظا را شاید دیده باشین، حافظا و بعض بسیاری را دعوت میکنیم ریبخونه و حافظا دیگه و دیگه. مثلا که میگن اونها را الله سبحانه و تعالی گناهشون نمیبخشه، شما بیهوده مثلا کوشش نکنین. وقتی زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم یک صحابی دیگر وقتی که الله علم عرق نوشید یا چیکار کرد چی گناهی کرد که گفت الله گناه او را نمیبخشه. اما حدیث قدسی نازل شد که الله سبحانه و تعالی گفت که تو چی حق داری که او را میگویی که اتنی ما مثلا جواب میگویی ما الله میگه گناههای او را بخشیدم او را وارد جنت میکنم و گناهات را نمیبخشم که وارد جهنم میکنم. با هم خود یک سخنی بد میگین بسیاری هستن که خدا میگه گناه او را نمیبخشه، الله میبخشه. الله میگه که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله میگه تمام گناه ها را عفو و مغفرت میکنه بجز شرک. یعنی چی قدر انسان گناه کرد الله گناهاش عفو و مغفرت میکنه، اما که انسان که به الله شریک بیاره یگان کسی دیگره بجز الله، یعنی نعوذ بالله عیسی را بگه که خدا های بجز الله بوده گوا مثل علاوه افتا خدا بگه نعوذ بالله الله گناه ها را نمیبخشه. بله الله نگهبانتون باشه. جزاک الله خیر. بعد اومدید به دیدارت شد. الله نگهبانتون باشه. سلام علیکم دوستان عزیز. این برادری که در پیش من میبینین اکای سنگین آیا خیلی مشهور میروند با خونتون. اگر در خونتون کلاپی داشته باشین همه کلاپیاتون میکشه، یعنی دیزینفکسیا. این برادری ما در دیزینفکسیا کار میکنه. من سلام میگم. سلام علیکم برادرو. من پیشیکو کسی در کلاپی ترکان نسیکوم هسته زنگ гарантиш қати 100% удалитшон мекунем полный ростки ягон майда дига пайдо намешавад. ина рақамҳои телефоншон бародаро касе ки мақсад клапи ғамш мета мақсад курпаша ғамш мета ин меро дезинфексия мекуна. ин бародар дар бародари тоҷики хидмонад. ина рақамҳои телефонош занг бизанем бародаро хизматона мекуна. як хонагара чанд сафда мекунӣ? як хонага 2500, ду хонага 4000, се хонага 6000 аст. агар ки айно ма ки гап зани албатта бо скидкатон мекунам бародарои азиз. خوناتون تازه کردن میتونم در خدمت ما و شما سنگین برادر. البته کلاپیاتون رو دارید میکنم. در امن الله باشید. باقی سربلند و خانواده باشید.